با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. کمیته دولتی امنیت ملی اول به خانه‌ها هجوم، بعد جبردیده‌ها را سرگردان می‌کند. گسترش تبلیغ مسیحیت با زبان‌های پامیری. مهاجران تاجیک را با ماشین بارکشان به روسیه میبرند. یک تاجیک بیگناه را در مسکو به کشتار متهم میکنند. ولامت ابراهیم زاده، همسری رحمت الله رجب که تظاهراتگران امنیتی به خانه‌اش با تخم حمله برده شعارپرتایی کرده بودند، صبح دیروز او به کمیته دولتی امنیت ملی رفت. در درآمدگاه به او اجازه وارد شدن ندادند و گفتند که ارزش را قبول نمیکنند. بعد یک رقم تلفن دادند که به آن زنگ زند. آن رقم جواب نداد. رقم دیگر را دادند. صاحب آن رقم که ولی نام داشته است وعده کرد که فردا خودش جیغ میزند. از بینای کمیته امنیت خارج شده به وزارت کارهای داخلی رفت. آنجا هم او را قبول نکردند و گفتند که باید به اداره شعبه کارهای داخلی محلی زیستش مراجعت نماید. از وزارت کارهای داخلی وقتی به خانه برمیگشت، نفر او را شناخت و خبر داد که دانشجویان دیروز به خانه اش هجوم برده از دانشکده اسلامی بودند. این نفر نقل کرد که دانشجویان را مجبوری برده اند و دادر او هم بین آنها بوده است. صبح امروز ولامت ابراهیم زاده به ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه شکایت برد. عریضه‌اش را پدپولکونیک سلیم زاده قبول کرده گفت که به زودی به تفتیش قضیه آغاز خواهند کرد. برای من تا حال علام‌آور است که مرا همچو مادر همچو زن کی حق داشت که در حق ما همیشه کار کند. همچو مادرم احترام نکردن، مگر اونا مادر ندارن؟ که با وقتی که ما 2-3 نفر شکایت کرده رفتیم پیش دری ОБСЕ، ما را گفتن که شما بیتین کردین، بردن تا بگر محکمون کردن، با جریمه کردن که شما مقصد میتین کردین. اچی با این قدر جوانا خستن آمدن 50-60 نفر حقوق ما را پایمال کردن، تخشپک کردن و سیوشپک کردن. یگان کس چاره اینا را ندید، یگان کس اینا را جزا نداد. مگر همین است امنیتی ما؟ در راه می رفتم که یک بچه که استودنت مرا من کرد، سلام علیک کرد، گفت که خاله جان بخشش، گفت مرام در همونجا گفت بارمان کردن به زوری شیناندن در اتوبوس، گفتن یک جا اکسکورسیا میبریم تو. نه خاله جان ای ما خفه نشه، ما را دعا نکنی، ما گناه نداریم، ما استودنتیم، اگر که ما اجرا نکنیم ما را زچوتکامون نمیمونن، ای در سر میکنن، دست در راه نمیتین. همون استودنتایی که خانه تون رفتن خاله جان همون ای نامی همونو بخشیشو، اونا همشون ای دانشکده اسلامی بودن. خاله شاهدان یهوه، سازمان مسیحی که فعالیتش در تاجیکستان منع شده است، سامانه مخصوصی خود را با زبان شغنانی راه اندازی کرده تبلیغاتش را توسط نشر ادبیات و اخبار خود و ویدئوها راه اندازی کرده است. این سازمان قبلا با زبان شغنی ورقه و کتابچه ها را در شهر دوشنبه و خاروخ پهن میکرد. هرچند فعالیت این سازمان از سال 2007 در تاجیکستان منع شده است، سامانه آنها مسدود نیست و در تاجیکستان گشاده می شود. این در حال است همه سامانه هایی که تبلیغات اسلامی میبرند و بیشتری سامانه های خبری و حتی اجتماعی از قبیل فیسبوک و یوتیوب در تاجیکستان مسدود هستند. ایده از مهاجران تاجیک نسبت خدمت رسانی یک گروه سفربرکنی مهاجران از تاجیکستان به روسیه توسط اتوبوس شکایت نموده گفتند این گروه با فریب مشتریانش را به عذاب‌های طاقت فرسای مسافرت مواجه می‌کرده است. راهبر این گروه که نوریخان و از یاردمچیانش فرهاد و فردوس نام برده می شود، در شهر خوجند نزد مهمانخانه احسان قرارگاه داشته است. دقت مهاجران را با نشان دادن اتوبوس‌های کلان و نوی زمانوی جلب نموده مشتری جمع می‌کرده است. اما این اتوبوس‌ها به مشتریان نه اینکه تا رسیدن به شهرهای روسیه، بلکه تا نزد سرحد قرقیزستان خدمت می‌نمودند و خلاص. طبق اطلاع منبع بعد پیاده گذشتن مهاجران از سرحد قرقیزستان چندین میکرواتوبوس‌های بارکشان تمغه گزل استحصال روسیه این اتوبوس‌های با حشمت و نوی زمانوی را عوض می‌کرده است.
عجیب این است که در این میکرواتوبوس ها یگان کرسی نشست نبوده، داخل آنها را خودساخت به 2 آشیانه تقسیم نمودند. مهاجران را به هر یک گزل تا 35-40 نفری بار کرده در هوای گرم و طاقت فرسا تا سرحد قزاقستان می آورده اند. منبع می گوید بعد پیاده گذشتن از سرحد قزاقستان با این گزل ها نیز خیر و خوش می شود و جای این گزل ها را ماشین های بارکشان مشهور با نام التای می گیرند. این ماشین های بارکشان به جز از 4 تیره‌زچه خردکک که یک کم روشنی وارد می شود، دیگر یگان شرایطی بیرون را دیدن و یا به داخلش هوا وارد شدن ندارد. با این ماشین ها مهاجران از سرحد قزاقستان تا سرحد روسیه در هوای گرم طاقت فرسا تمام چلو بیابان قزاقستان را عبور می کنند. در وقت گذشتن سرحد روسیه که چندین روز بدون یگان شرایط سانیتری حرکت کرده و نمود ظاهریشان به جوگی ها مانند شده است، مورد تحقیر سرحدبانان روس قرار می گیرند و قسمی از آنها ممنوع الورود می شوند. یک جوان 20 ساله تاجیک بنابر ندانستن زبان روسی و نداشتن هیچ حمایتگر می تواند به کشتار از بی احتیاطی محکوم شود. در این باره یک خواننده پیامنت اطلاع داد طبق منبع از یک سوپرمارکت شهری دمدیده و به نام یالوبیمی 2 بدمست روس عرق می دزدند و پاسبانان مغازه آنها را دستگیر نموده لطوکوب می کنند که در نتیجه یک روز پس یکی از آن بدمست ها در بیمارخانه جان می دهد. پاسبانان با شنیدن این خبر فرار میکنند و پلیس روس سعداللایف سفرعلی سال تولدش 1996 زاده ناحیه شهر نو را که در آن مناقشه تنها شاهد بوده است دستگیر میکنند. متاسفانه سفرعلی نه روسی را میدانسته است و نه کسی از نزدیکانش در مسکو بوده اند. پدرش را چند ماه قبل از روسیه اخراج کرده اند. خواننده که به ما نوشته است میگوید که نمیداند به کی مراجعت کند. از سفارت و کنسولگری تاجیکستان و جمعیت‌های تاجیکی در مسکو خواهش می شود به قضیه سفرعلی سعداللایف رسیدگی کنند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا یار و مددگارتان.